هون گداریا رادیو ریو تزش مسکوی دکن سلاف و دمو بخیر گدارین دلال رادیو ریو تزه ودکارو ببین تورا اینترنتی بوی ناونجی شانه مالپر رادیو تزه نقطه کم ایرو شمی 11 مرداریه گداریا دنگو باسین گرینگ ین وی هفته بکد پارتیا دموکرات کردستانی درباره رفش حریم کردستانی پشت یریشن هجدا شیبی و ارتش عراقی دا داخنیک بلاف کر او را گیاند نه کردستان رفشکه حساس دایه بدگر و را گیاند چند کسی ناف پارتیه که کردستانی پشگریا چند آلین دربا بونه سدمن یریشن بو سر کردستانی انجمان سرکاتی پارتی دموکرات کردستانی سشم پیرمامی سرکاتی مسعود بارزانی جویا و رفش داوی یا کردستانی پشت یریشن هجدا شیبی و ارتش عراقی سر کرکوکی نرخاند پشت جوین داخلی که نویسکی هات بلاف کردن. پدیکه داخلی خود جارد راجیاند اوکا 16 جتمه دا کرکوکی قومی اجبار خیانت و رکفتن که جیر به جیر یا چند کسین دنوا پارتی که کردستانی دا چه بود تکس کرد اوکا بخینه و خبات چند سالان کتب و دست کردان خیانت و رکفتن چند کسان دنوا چند ساعتان دا کت بربت رسوه دردانی. سرکاتی پدیکه رو تا کفشه کد ایجام یریش نجدا شیبی و ارتش عراقی دا دهان هزار مالبتن کرد عرب و ترکمنش کرکوک خرماتو خانقین و نوچین در دوروان آواره بونه و بسدان کشی شهید و بریندار بونه سر رفش کردستانی پشتگیریش هزین عراقی سرکاتی پدیکه رادگینه که رفش کردستانی حساسه و داخوش همو عالی و هزین کردستانی دکه که هست بر بسیاریان اجتماعی و نتوی بکن و آستا به قناخ حساس دابن و بروانیل کردستانی بکن مسعود بارزانی در پیوینه که دشکوار نیوزویک یا امریکی را راگیاند اپراسیون دست سرکردن کرکوکی سرکاتی ایرانی با گداربونا برپرسین بریتانیا و امریکای بویه بارزانی گفت هرچند پشتی گشپرسی هنک آستنگی در کتنا لبوی گشپرسی پاشروج گلی کرد هاتی گارانتی کرن اوی گفت خلطی تکانا او بکن دمکی زودتر دا گشپرسی نه هاتی کرن مسعود بارزانی امرجه بیه که کرد حتی طرفت هبه کرد خوش بو روبون لشکری گل ارتش عراقی دور دگره هر وقت تکس کرد که ته دادک نکاره نسنمای نوچین کردستانی ین دروی اداره حریم کردستانی بگویره درباره آلوزیاد نابره هولیر و بغداد دو بارزانی دبیجه امریکا و جواک نو دولتی دکارن پیشا پیچونن بگرن اگر شر دست بکجی دیارش آلیوان و افشار و به پشگری کرند دفیوینی دا مسعود بارزانی دست نشان کرد که بریار گشپرسی نه بریار که نوبیه و دنیو سال 2014 دا هاتیه ورگتن همو پارتین سیاسی کردستانی وروا پارلمانتوی کردستانی اف بریار ورگتن اشبیر شهر دایش و دمی گشتپرسی هاته پاشخستن خلطیا تنی یا کردانجی اف بو که گشتپرسی دمی که زودتر دا نهاته کرن انجمان وزیران یا عراقی پروژه یاسا یا بودجه گیشتی یا ولید یا بو سال 2018 پسند کرد کتی دا پارو حریم کردستانیش 17 سلفی بو 12 و 67 سلفی هاتیه کم کرن و نوی حریم کردستانیش ایوه که پارزگین حریم کردستانی هاتیه بکارانین اندامی کمیته دارایی پارلمانتوی عراقی که اندامی فراکسیون تفگیر گورانی مسعود حیدر دخینیکی دارا گیاند جوات وزیران یا عراقی درباره پروژه یاسا یا بودجه 2018 جویا و پروژه یاسا یا بودجه عراقی یا بو سال دهاتی که خواهاتی پسند کرن و تگویرتن تیدا نهاتن کرن اوی دیار کرد وی پروژه یاسا یا بودجه دا پارا حریم کردستانش 17 سلفی بو 12 و 67 هاتیه کم کرن لیبلی ری سرک وزیر عراقی حیدر عبادی گویرتن پروژه یاسا دا بکه اوی اندامی کمیته دارایی یا پارلمانتوی عراقی تکس کرد که هر دو وزیرین کارتین بشتار جوین انجمان وزیران دا پروژه یاسا امضا نکرنه مسعود حیدر درباره گویرتن پروژه یاسا بودجه دا جی گفت دیار او یک وکه کارت بر حریم کردستانی که آبادید خوازب کار بینه سرک وزیر حریم کردستانی نجیروان بارزانی پروژه یاسای بودجه 2018 یا حکومت عراق رخت نکرد او را گیاند که اف پروژه بیکوالی هاتیه آمده کرن اولگل حریم کردستانی نه هاتیه شورین بارزانی گفت بغداد 17 سلفی بودجه کردستانی بشیده او نه آمدن دهاتان را دست بکن سرک وزیر حریم کردستانی نجیروان بارزانی لولیری جوینه که چپامنی ساز کرد و درباره گشتدان الحریم مجرا بودجه عراقی و پیوندین گل ولات انجینار برسیو دا پرسن روزنامه وانان سرک وزیر بارزانی دیار کرد که حریم کردستانی بیواجوی که زحمت را در باز دبه او گفت که پشتی گشتپرسی 25 ایلونی هنک تشت نخواستی رو دانه لیهنبر وان حکومت حریم کردستانی هر چهار تکس کریه کد چارچوبه دستور عراقی دا پس کریه کد چاره سر بکه سرک وزیر حریم کردستانی به دوامی داخلی خود پس رشنویس بودجه سال 2018 یا عراقی گفت کد آماده کردن رشنویس بودجه دلگل حکومت حریم کردستانی نهاتی شورین و رشنویس پروژه بودجه 2018 یا عراق باید که یک عالی تنش عالی وزارت
وزارت دارایی یا عراق و هاتی آمده کردند. حکومت عراق الجزیره کردستانی بریاره کردن دا بانک نوند یا عراق بانک همو بانک انکر که کاری باز کرد خوی نریم کردستانی بدن سکناندن هشیاری ده اگر نو هفته که ده کاری خو ندن سکناندن دی ورن جزا کردن بانک نوند یا عراق نویسینه که فرمی پیشکشی بانکون عراق کرد وروا راگیاند به بریاره جواب قانونرن یا درباره نفرتون پرین بیانی دا اف بانکون کل هریم کردستانی باز و فیلیال نیلوان هنه اف دخوازی ده که قد نو هفته که دا بانک نوندی آگادار بکن که کار خواهی نریم کردستانی حتی دمکی نه دیار کری دانه سکناندن اف نویسین روز هفته مجداری درکتیه اوش آلی جگری پاریزری بانک نوندی یا عراقی و هاتی امضا کرن اف بریار دمکی دا که پشتی گشت سرخابون و باشوری کردستانی یا 25 ایلونی حکمت عراق الجزیره کردستانی گلک بریار و رشون سیاسی و لشکری ورگرد حکمت عراق دخوازه حکمت نریم کردستانی انجام گشت پرسی هلوشینه سرک وزیر هریم کردستان نیچروان برزانیش بو وگیرا وزیرش تفگیرا گورانی بو انجمون وزیران لمبیا کسک بخست لی گوران گلک بلاس اف دخواست رد کرد بدر کی تفگیرا گورانی را گیاند ام دخواست دکن که حکمت هریم کردستان دش کار بکشینه و حکمت که رزگاریان اجتماعی یا دمکی واره بکانین پشتی بانگو سرک وزیر هریم کردستان نیچروان برزانی بدر کی تفگیرا گورانی را گیاند بدکی او یینکی حکمت هریم کردستان اشکسته که مزنانین نکو تنشکست سر گلی مدا کارستانیش برویه کی مدخواست کردی که دستلادار دش کار بکشینن ام دخواست دکن حکمت هریم کردستانی جی دش کار بکشینه و حکمت که رزگاری یا اجتماعی یا دمکی واره بکانین تنی کاری ویجی دل گل بغدای گوتو بیش به او آمده کاریا بجارت نیبه چمکی نو به حکمت که کشکستی آنی بلبرین شیر و بسر نکته به بچه گل هزا سرکفتی گوتو بیش بکه نونتیو نتوین یک بویل عراقی و نامی داخوش هریم کردستانی کرد که رزیل بریار دادگاه فدرال یا عراقی بکه نونتیو نتوین یک بویل عراقی سیشمی هفته مجداری درباره آلوزی نابر هریم کردستانی و عراقی ین پشتی رفرندوم سرخوبون کردستانی و بریار دادگاه فدرالی یا عراقی دا دخینیک بلاف کرد و نامی دخینی خود راگیاند که آگاداری بریار دادگاه فدرالی یا عراقی یا درباره مافی جدابون پکاتاین دستور عراقی دایه و داخوش حکمت هریم کردستانی کرد که رزیل روز شش مجداری یا دادگاه فدرال یا عراقی بگره کد بیجه تو تکستک دستور عراقی دانینه که ریب ده جدابون تو پکاتاین عراقی داخلی ده او نامی تکذیر سر دست بکرنا دانستاندن سیاسی نابر هولیر و بغدای دکریه و آمده بون خوشی بو نابنکاری نابر حتی آلیان دانستاندن دا نشان دایه داخلی یا او نامی دمکی دایه که دو شب شش مجداری دادگاه بلند یا فدرال یا عراقی تکلداری رفرندوم سرخوبون هریم کردستانی و جدابون پکاتاین دا برای درخواست او را گیاند دادگاه بلند یا فدرال برای خدا گیشتی به انجام کت تکستک دستور دانینه ریب جدابون تو پکاتای که بده کد ماده 116 یا دستور دا جی کرده شاندر پیمانی اولیه یا اسرائیل آمریکاش کنگرس دخواست دکن که پشگری خواسته کن گلی کرد بکن او پشگری بدن سرخوبون کردستانی سر پیشتان سیاسی هری دوی درباره دخواست کردان دا شاندر پیمانی اولیه یا اسرائیل آمریکا کش بازرگان جوین آمریکی او هین کسایت دنین جو بکتن بریارد 15 مجدار 2017 دا سردن واشنگتن بکن و آرمان جوان یا سردان جی اوه کش کنگرس آمریکاش بو گلی کرد دخواست پشگری بکن گروپ فریدلاند راپورت که تا کل سرمانپر گروپی بلاف کردنه آرمانجا سردان خواه واشنگتن اشکره دکن او تیدا دیار کردنه کش بو مجرا پشگریا کردان گل هن کنگرسمن آمریکایی دی بجبن و دخواست دکن که پشگریا خواسته کن گل کرد و سرخوبون کردستانی بکن هر وقت راپورت دا امجه بیه که آتیه کرن کد رفرندوم سرخوبونی دا زیزتری نوت سلف خلق کردستانی دنگ دانه سرخوبونی او جدابوناش عراقی لی پشت و سرکاتین کردستانی کتنه بنگوها شکتون یا نادولتی و هر وقت پشگریا کم یا آمریکایی و کدن راپورت دا بسا پیمانیا نابر هیزن آمریکا و هیزن پیشورگه شهر دجی دایشی دا کرنه و هیزا کردان و که هیزه که گرن سرکفتن شهر دجی دایشی دا بناف کرنه دیگه هفیوین خدا سرک برزانیل گل رادیو NRP یا آمریکی دا راگیان نه پشتوانم که رفرندوم کرد سرک برزانی راگیانش بر پشتوانی کردن آمریکا شکمت عراقی را دژی کردستانی هریم کردستانی پیدا چون پیوندی خواهیم گل آمریکایی داد که او گفت هلوستا روسیه لمبر رفرندومی هلوستا که ارینی بود درجای آخفتن خدا سرک برزانی اشکره که پیش بینی تکرنش پشتی پریوبرنا رفرندوم سرخوبون کردستانی سینور بین گرتل لتجاری پیش بینی ندکرن عراق چکی آمریکی یریش بکه او آمریکا جی به دنگ به
هفتیو بوری آمده کارین چله جلال طلبانی بداوی بون جبو بیرانینه که دور گوتار و مجارین سیاسی هاتیه برخستن کرن هم ولاتیش 8 صبح حتی 8 شف کارین هرن سرگورا مام جلال باقی گلان داینن سرگوراوی و دعا بخوینن ده مجدار چله سرکمری بری عراقی و سکرتاری گیشت یکتیار اجتماعی کردستانی جلال طلبانی بو جبو بی آرمانجل سلیمانی همو آمده کاری هاتو بون کرن برپس لیوای سکرتاریا جلال طلبانی محمود به سری را گیاند رفش آلوز و خاقجی وستیای لما وانا خواست خاق بدا خواست خواهرن سر تربا مام جلال بشتی مراسی میجی که بخوازد کار سر دونا گراوی بکه ترمی جلال طلبانی جوجه شش جتمهش آلمانی و جبو سلیمانی هاته و گاستن و پاش جلد باشان نزیکی مالاوی هاته بنخ کرن سیاست مداری کرد دخواست که لیپرسین گل خیانتکارین 16 جتمه بکرن و دیار دکه که دیروک وان کسا نابورین که باجاری کرکوک فروتن سیاست مداری کردستانی و یکش دمزرنار یکرتیا اسلامی یا کردستانی دکتر دیدار نجماندوسکی جباس نوی را گیاند را دست کرنا کرکوک 16 جتمه دا گلک نخواش بو خیانت دیروکی هاته کرن لی پیوستیا ما بیگریزیه جبو ام جوی پرزگری که خلاص ببن دوید پیش روژ دا لیپرسین وان کسان بکرن جبر خنجرك جاريبو بشتي والكركوكي هوتدوين وإف بجر ردستي دجبن كرن خاق لنا بندي بوش برج دوين سياسي وهو دلي كردستاني بردست كرن أبير وهو قوت إف كاسينكو كركوك ونوبشي دنين كردستاني فروت ديروك لفون نابورينه دكتور ديندار نجمان دوسكي الجرانيا خوشي آنين زمان وقوت كو خيانات كردستاني هاتيه كرن دي بي درباس كرن ريگر إف تشتال ولاتك الدنبو إف كاس دي ببرانا بيش داد جاي لشكري والفي داري دي هاتبان لبرسين كرن چکداری نجدا شیبی نه مجدار تاقا سروجی یا کرکوکی تقل خلقی کرن و دست هلمتکه گرتن جی کرن گور زانیوری نه مجداری ایواری چکداری نجدا شیبی تقل خلقی تاقا سروجی که تاقا کردان یا کرکوکی کرن و چکن گرانجی بکارانین هر و دست هلمتکه گرتن جی لوی تاقی پیکانین و هجمارک جوانین کرد گرتن گور زانیوریان هجمارک ها بخشن کرد برسی با چکداری نجدا شیبی دان و اتومبیل که واجب جوری خامیر شوتان دان وزیر دربای آلمانی سیگمر گابریل دخواست پارلمانتوی ولایت خوکر دما کارکرد پاسپورت لشکری آلمانی لریم کردستانی ورد ریشکرن و گوت هبون وان هریم کردستانی و عراقی جبو ریگرتن شهر سیگمر گابریل روزنامه‌وان را گیاند چقدر کومین نودلتی چالاک بنور اگر شهر کمتر دبه گوتن سیگمر گابریل بخشاندن وان شاشیتیک دبش بو آلین وان نکوکیان جبر که اوی دمیدی و ور فکرین که اف رازیبونه بو مترسین سرالدانا شهر نزدیکی 130 شیورمنت و فرماندوین آلمانیا چارچوبه پیمانیا نادولتی کار دکن و پلانیا وان هریم کردستانی پروردهین هیزن پیشمرگه دکن هفدم نوونده که پرورده کنجی بنوی نووندو هواننگی و راهنان هریم کردستانی دانیه سروک فرانسی امانوئل ماکرون نامه سرک وزیر هریم کردستانی نیچیران بارزانی راشان و تیدا تکزیل سرپشگری خو با حکومت هریم کردستانی کرد پیشم نه مجداری نامه سروک فرانسی گیش سرک وزیر هریم کردستانی نیچیران بارزانی الگوری داخلی حکومت هریم کردستانی کنسول گیشت ی فرانسا یل هولیری سردان سرک وزیر نیچیران بارزانی کریه و نامه که سروک فرانسا امانوئل ماکرون گیاندیه وی دوی نامه د سروک ماکرون پس نیرولا سروک مسعود بارزانی داده و رولا جنوب بیت پست سروکتی هریم کردستانی و وکرنا عراق و نوب دیروکی بناف دکه و دنرخینه هر وقت تکزل سرریس و پیزانین خوابونا رولا تایبتی یا سروک بارزانی تکوشین داشت دایشی داده که کدبن فرمانداریا جنوب ویدا پیشمرگه بجداریه که یک آلی کره بو گور دخینی سروک ماکرون بشه که نامای خود تکزیل سرویه که دکه که افشاری که وان پهورو داشت تروری انجام دا بیه سدم خود کرنا و دوستیا کور و درین یک فرانسا و گل کردستانی پهورو گرید ده و دبیجه ولاتی مهردم هف دایه ده چارچوبه دستور عراقی دا تویا مافی گل کردواره پاراستن کمک سیناتور و پارلمانتار ایتالیا دژگیریش و دوربیچ حکومت عراقی و هجدا شیبی بو سرهریم کردستانی درکتن و پشگیری خو بو کردستانی را گیاندن گروپ نو پارلمانتو و سیناتو ایتالیا درخواست کن که جواک نو دولتی و حکومت ایتالیا زلالی پشتوانی خلق کردستانی و پیشبرگه بکن نونرتی حکومت هریم کردستان ایتالیا درباره رفش کرکوکی و نوچین کردستانی در پشتی 16 جتمه 2017 و کتنه بن کنترل هزین عراقی زانیاری دای حکومت و انجمن سیناتو یا ایتالیا
ایتالیا و افجی مترسیا به پشتوانیا ایران یالسر اولیو هریم و باشور کردستانی آگادار کرنه. گروپ نو پارلمانتو و سیناتو ایتالیا دخواست دکن که جواک نو دولتی و حکومت ایتالیا به زلالی پشتوانی خلق کردستانی و پیشمرگه بکن و دبیجن پیشمرگه میرخواسی لنبری دایش شهر کرن و دایش تک برن. بیویست نهاجی که مترسیل سروان هی وان بتانی نهیلن. نونری تایبت نروژی با کاروبار رجلات نوین کنوتلین و شانده که پیرا بشورمندی انجمن آسایش شهریم کردستان مسرور بارزانی را هفدیت نک پیکانین. شانده نروژی دخواست بلس داویانین بالوزی نبر هفلیر و بغدای کرد وش کردستان و بغدای خواست که خوش قناق پشت دایشی را آمده بکن. سیشمی شورمند انجمن آسایش شهریم کردستان مسرور بارزانی الگل نونری تایبت نروژی با کاروبار رجلات نوین کنوتلین و شانده که بالوسخانه نروژی یال بغدای جبیا و د جوین د مسرور بارزانی تکاسل سرویه کی کرد که برتکن بغدای یلنبر رفریدو بسر خوبون کردستان برتکن دستورینه. بدومی جوین هند مسرور بارزانی و کنوتلین بحثات تکلیف نبر کردستان و نروژی و اروا پیشات دوین دوری بگیشتی و تایبتی نبر هفلیر و بغدای کرد. وزیر دروازی قطر جی بوچار سرکن پرسگریک نابر هفلیر و بغدای دا شکمت عراقی دخواست کرد پرسگریک بریا گوتو بیجان ورن چار سرکرن. وزیر دروازی قطر محمد بن عبدالرحمن آلسانی و وزیر دروازی عراق ابراهیم جعفری پایتخت قطر هفدیدنک پیکانین و پشت هفدیدن جمینه که هفبش یا چپمنی ساز کرد. ابراهیم جعفری دیار کرد که پیوندی استراتژیک نابر جنارن عراق تایبتیل گل ایران و ترکیه و اف دخوازن پرسگریک جی مکانیزم دانستاندن ورن چار سرکرن. وزیر دروازی قطر جی دخواست کرد پرسگریک نابر هفلیر و بغدای دا بریا دیالوگی ورن چار سرکرن. سیناتوری کومری جون ماکین دونشتن سینات آمریکا یا تایبت سیاست آمریکا رجلات نوین دا درباره رول ایرانی داگر کردن کرکوک دا رگیان تهران دریا قاسم سلیمانی را دخوازه نکوکی و آلوزی زیدتر تخد نابرا کرد و بغدای دا و هلبجارتن بی ین ایراقی جی بکه در فتکس بو فرکرنا باندور خال ایراقی. جون ماکین بیجه رجبونا ملج نابرنا دایشه که کارکی گرینگه راستی که تال به شرطی افجی سیاست که آمریکا یا زلال و اشکر رجلات نوین را نینه افجی پشمای سیاست شاش یا ریبریا اوبامایه لیشه ما ساله که یا سرکاتیا ریبریا ترامپ هین رول آمریکا نافچی ندیاره و بدنگی عراق و سوریه البجارتیه هلا بیجی کر میلیتسه و گروپ تندراف ولایی تجی بکن. ماکین گوت هزین ایران العراق تهلا تقدان هفگرتنا بی ولاتینه هر وقت چاو دوی دمی دا الکرکوک مدید که سپای قدس یا ایرانی و قاسم سلیمانی کارش بو درست کردن ناکوکی نابر کرد و حکمت بغدای دا کرد و میلیشان ایرانی بدوانن ترکن دسلات خال عراقی که دخوازن تلبجارتن سال بریدا وی ولاتی بکن هفلکش بو زیدتر پیگه آمریکا لاواز بکن. هجمارك جليكولينير و كونغرسمن امريكي راجياندن كنت به هلبست حكومت امريكا برنبري هجدا شيبي زلال و توند به اونا دبيجن بيويست امريكا پشتوانيا كردان بكه و دبي قيمة امريكا نيكا دجمناتيا كردان بيكرن. وزیر برای آمریکا جیمز ماتیس پیشمی نی مشتری دسپیکا جوینا گروپا دجی دایشی دایال بروکسلی یا پایتخت بلژیکای دراگیاند. اول سر هفلی خواب بوچار سرکردن پرسگریکین نوبر هفلیر و بغدای بدوامن. جیمز ماتیس دخفتن خدا پستی رولا هزین پیشمرگه و هزین عراقی شهر دج دایشی دادا و هفلین هزین پیشمرگه و هزین عراقی یه بون تکشکاندن دایشی بگرنگی بناف کرد. سروکی جی پی کمال کلشداروغلو کنفرانس دموکراتیای یا جیانی دا استراسبورگ گل فرانسال سرپرستا چرانویسا دوزا کردی گوت هگر دموکراتی و آزادی ترکیه آسیا یا اروپای دا به و پرستو کردی جی چرا سر ببه. کمال کلشداروغلو گوت جی دموکراسی و آزادی زیادتر کرک پرستو کردی چرا سر بکه هر وایوی تهدیدن خودال گل سکرتاری کنسیه اروپای دجی کنی آلیگرن پککی کلبر دری کنسیه اروپای وگرتبون نرازیبون خود داخیا کرن. پارلمانت آگری یا HDP لیلا زنای جبرک سند نخوریه نکاره بجداری خبات مجلس ترکیه به دی ور بطل کردن. کمیسیون آمده کاری خبات خود تمام کریه. پارلمانتارین AKP و JP خواستن پارلمانتاری زنه بکره. هات زنین که کمیسیون آمده کاری کد بیواجه بطل کردن پارلمانتاری لیلا زنه ده هات بو آوکرن خبات خود تمام کرد. کمیسیونی کش 5 کسین اندام AKP JP و HDP پکت دنگ دان و بطل کردن پارلمانتاری لیلا زنه بچار دنگین اری هاتیه قبول کردن.
هفته بوری سرکوزی ترکیه رجب طیب اردوغان گوتیه ترکیه و ایران بو اپراسیون که بش دژی قندیل الهف کرنه رای درن ایران افدوخینی نپشت راست کرن نجی درواندن بشکش پسپوران دبیجنش بر سدمن هرمی و نمنتوی ایران بو اپراسیون که بش رازی بویه لیل گوری هنک پسپوران جی ده ایران نو اپراسیون دا جی ناگره و پشگری بده ترکیه اپراسیون که بش یاش علی ترکیه و ایران والدژی قندیل افدم که بیا روجوا ترکیه لی اف اپراسیون حتی ناپیک نهاتیه الگوری هنک پسپوران جی اگر اپراسیون که بش یالدژی قندیل کیمت لی دبکو ترکیه اپراسیون که لشکری پیک بینه ایران جیش در با پشگری بده ترکیه لسی و یک هریم باجار چولامیر کش بو 15 روزان هریم اولی تایبت هات را گیاندن ولی تی چولامیر که درباره مجاری دادخینی دا و تی دا اشکره کرد که لسی و یک هریم گریدای نوچین و نوید بو 15 روزان هریم اولی تایبت را گیاند ولی تی دست نشان کرد که وی بریاری بو تامین کردن آسایش الهریم دانه دنگ و باسنجیانی روزنامه که امریکی راپورت دا رادیان که کنترل کردن جای شنگالش آلی ایرانی و مترسی که مزن سر آسایش اسرائیلی آورده که هر و آمجه به یکی جده که کمیلیسین هجدا شیبی ین سر ایرانی دست سر شنگالی دا گرتنه و حول آورکردن بنگه کلشکری سر جای شنگالی دادن هر و روزنامه آمجه به یکی جده که ایران زیدتری 10 ساله هفته ده دست سر بی نوچه جایی دا بگره که بر باکوری روجوای عراقی و دریج ده و حتی دیگه روزلات سوری آنگو باشور و روجوای کردستان هر وقت روزنامه دبیجه اگر جای شنگالی بی کنترل کردن تی و تا کنترل کردن همون نوچه او دبیجه ایران دکاره جوی دری و یریش بکه سر تلاویو و والی کاری بو حزب الله و لبنانی ری بکه تلویزیون فرمی یا بلژیک و تراجیان که سروکی کاتالونیا چارلز پویگدموند خو رادستی پلیسی بلژیک کریه پویگدموند پشتی راگیاندن بریار سرخوبون کاتالونیا بری چند روزان جالی ولات اسپانیا چکار هاتو بود دورخستن و بریار گرتناوی هاتو بود دان دستلات اسپانیا پویگدموند جبر کو پیشنگتی و انجام دادن رفرندوم سرخوبون کاتالونیا کریه سرلدان قانون ارکی خودجی دولتی و اولایی تومت بار کریه پشتی و بریار پویگدموند خو گیاند بو بلژیکا درباره سروکی کاتالونیا پویگدموند و 4 وزیر دنیای کاتالونیا دا بسبب کالمبری دولت سرلدان راپرین و زراداین مالی رای گیشت 2 ساعت بو بکرن و تویا اروپای بریارو دست سرکن نوی هاتو بو درخستن هات راگیاندن که ولیهات محمد بن سلمان دست دادینه سر 800 میلیارد دلار مال و ملک پرنس و وزیرین که هات نگرتن قرال عربستان سعودی سلمان بن عبدالعزیز روز یکشنبه بوری برنامه که قرالیت وشاند اوش بو تویمتا گندلی 11 پرنس 4 وزیرین کابینه و 10 وزیرین بری دیرکتیو سروک کمیسیون گندلی ویلند محمد بن سلمان هاتن دست سرکرن و نوارتش دا گلک فرماندار هاتن گویراندن هر وا درکتنا دروای ولی تارتیه قدغه کرن و کمیسیونی دست دانی سرمال و ملک دوان کسان که هاتن دست سرکرن هات را گیاندن که پیلا دیام یا اپراسیون دژی اندامن مالبت سعودیان که نو دا گلک پرنس و وزیر جنه دی اپراسیون مالی به الگوری را گیاندن روزنامه ویل استریت جورنال بهای مال و ملک کسین که هاتن دست سرکرن نیزی 800 میلیارد دلاریه روزنامه اشکره کرد که پرانیا مال و ملک سعودیان دروای والیته آژانس رویترز جی را گیاند که حجم را حساب کسین که بانکای سعودی دست دانین سرش 1700 بوریه عراقی 512 ولاتین روسیه بتومتا هفکاریات گلدایش هاتن گرتن یکش دونرین پارلمنتوی عراق راگیاند که دوان روشن داوی داد 512 جنین روسی و دست ولاتین آذربایجان بتومتا اندامتی کومو تروریست یا داعش هاتن دست سر کردن وی اندامی پارلمنتوی عراق سر حساب خوی توییتر گفت 512 جنین روسی و دست کسش آذربایجانی علی هزن عراقی و هاتن گرتن و اندامتی داعش جبو زندانی هاتن شاندن درباره دم و جی گرتن آندا هیچ نهاتن داین بدارین هیجا اوابو وشان دنگ و بحث نفتی که شهر 4 پرچین کردستانی کرد دیاسپوره هر و نوچه نونتوی اجاره کردن دی سال سروی نوونیشانی امی راستی هبین آمده کار او ریبه برنامه یا دنگ و بحث نو یا رادیو ریتزه بیلاس ترکیه حتانی وشان نو بمینند خوشی و سلامتی دا